بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين صدق الله العلي. سلام، خیلی خوش اومدین. خیلی ممنونم به رفقای و دوستای عزیز هم در خبرگزاری و رسانه‌های مختلف. باید ازتون یه تشکر ویژه بکنم. تو این مدت بسیار بسیار به ما لطف داشتین. خبرهایی که از نخستین جشنواره تولیدات شبکه نمایش خانگی دیدار بهتون میرسوندیم، خیلی ما لطف داشتین و منتشر کردین. اما امروز در واقع قراره که ما توضیحات مفصل‌تری از این جشنواره خدمت شما بدیم. در خدمت آقای مهدی فرجی، دبیر اولین جشنواره تولیدات شبکه نمایش خانگی دیدار هستیم. آقای فرجی لطف می‌کنن توضیحات اولیه رو در مورد برگزاری این جشنواره خدمتتون میدن و بعد در خدمت شما هستیم در مورد سوالات احتمالی که دارید. خواهش می‌کنم آقای فرجی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت حضاران عزیز، خبرنگاران گرامی و همینطور همه دوستانی که به شکل مختلف امکان دیدن و تماشای ما رو دارن. تشکر میکنم از دوستانمون در استودیو ویکست که این امکان رو برای ما برگزار کردن و برقرار کردن که ما بتونیم این نشست رو در اینجا برگزار بکنیم. تقریبا شاید از خرداد امسال، خرداد و تیر، ما به طور جدی به
برگزاری جشنواره نمایشخانگی فکر کردیم و پیشنهاداتی که بهمون رسیده بود برای اجرای جشنواره رو بررسی کردیم. کانون تهیه کنندگان رسانه‌های دیداری در برنامه‌ای که از سال 1402 تنظیم کرده بود برگزاری جشنواره نمایشخانگی رو در سال 1403 دیده بود و طراحی کرده بود. از خرداد و تیر به طور جدی نشست‌های ما شروع شد و شاید از حدود اواخر تیر دیگه ما با مؤسسه‌ای که آقای بهادری عزیز مدیریتش رو به عهده دارم و در کنار کانون همراهی کردن برگزاری جشنواره قطعی شد و ما نم نم کارمون رو شروع کردیم. ابتدا شاید خیلی جشنواره رو وسیع‌تر و فراگیرتر به معنی اینکه در ساختارهای مختلف، شاید در همه ساختارها داشتیم پیش بینی می‌کردیم، اما به تدریج برای اینکه بتونیم یه جشنواره کاملا حرفه‌ای و متمرکز با شاخص‌های قابل قبول در استانداردهای هنری برگزار کنیم، ساختارمون رو محدود کردیم و به فیلم و سریال در واقع مجموعه‌های نمایشی، رئالیتی شو یا واقع نمایی و گفتگو محور در این سه ساختار تصمیم گرفتیم که جشنواره رو برگزار کنیم. جلسات مختلفی هم با دوستانمون در پلتفرم ها داشتیم، اونها رو هم نسبت به برگزاری جشنواره توجیه کردیم و اساساً اونها هم از همون ابتدا میل به همراهی و همکاری داشتن. من همینجا از اونها هم تشکر میکنم و نهایتاً این شد که انشالله ما امروز خدمت شما هستیم که در مورد جزئیات جشنواره دیگه حالا شما بپرسید، بنده هم اگه توضیحاتی بود خدمت شما عرض خواهم کرد و در نهایت انشالله با همراهی و همکاری همه شماها، بالاخره خبرنگاران همیشه خط مقدم و عنصر بسیار مهم برگزاری رویدادهای هنری و فرهنگی هستند. ما هم خیلی امیدواریم انشالله این همکاری با شما تنگ و تنگ جلو بره، در نهایت بتونیم ما یک جشنواره خوب و با شکوه رو برگزار کنیم. من توضیحات ابتدایی و مقدماتی رو بیشتر از این نمیدم. سوالاتی اگر باشه در خدمت شما هستیم که چیزی جا نمونه و در نهایت انشالله سوالات پرسیده بشه و ما هم امیدوار باشیم که همه جزئیات رو توضیح بدیم و نکته مبهم و مخفولی باقی نمونه. در خدمت شما هستیم. خیلی ممنونم. توضیحات کوتاهی دادن آقای فرجی. خب این جشنواره جزئیات فراوانی داره با توجه به اینکه اولین دوره‌اش رو داریم تجربه می‌کنیم و من فکر می‌کنم که حالا حتما از ما بین پرسش‌های شما توضیحات مفصل‌تری خواهند داد. من فکر می‌کنم که بهتره شروع کنیم از شما. بله، خواهش می‌کنم. سلام. آقای فرجی، معمولاً تو دنیا جشنواره برای سریال کم برگزار میشه یا شاید مثلا نمیشه. معمولاً جشن‌ها هستن که به سریال ها میپردازن و جایزه میدن، چون جشنواره تعریف مشخصی داره، اکران داره، افتتاحیه و اختتامیه داره. میخوام بدونم که شما اکران سریال دارید تو این جشنواره یا نه همون سریال هایی که پخش شده قراره در قالب یک جشن قضاوت بشه و جایزه بگیره؟ ببخشید آقای فرجی، قبل از صحبت شما من خواستم از دوستانم خواهش کنم سوالی که میپرسن اسم رسانه هم بگن لطفا. ممنون میشم. مرسی. بفرمایید. خب حالا این دوستان بگن. من از خبرگزاری ایلنا. خب خیلی خوشحالیم از جهات جناب عالی هم در جمع ما. واقعیتش اینه که بله، خب جشنواره معمولاً
در دنیا یکی دو جشنواره مشخصه که به سریال ها میپردازند و آثاری رو برمیگزینند. کمتر این اتفاق میفته. البته در کشور ما معمولا در سال یه چیزی به اسم جشن حافظ هست که شکل جشنواره نداره، اما جشن نیست که تعدادی برگزیده داره و جوایزی رو هم اهدا میکنه. اما اینکه به صورت کاملا تخصصی و با جمعی از داوران بسیار حرفه‌ای به شکل یک جشنواره آثار همه ابعادشون ارزیابی بشن، سنجیده بشن، شاخص‌گذاری بشن، امتیاز داده بشن و اثری یا بازیگری یا کارگردانی یا تهیه کننده‌ای برگزیده بشه، حالا چه در بخش نمایش یا سایر ساختارهایی هم که عرض کردم همینطور. این کمتر سابقه داشته قبلا، شایدم در تلویزیون مرسوم بوده، اونم آثار خودش رو، رسانه ملی آثار خودش رو در واقع به شکل جشنواره برگزار میکرد و آثاری رو برمیگزید. اما در غیر از رسانه ملی من خیلی سابقه ای ندارم، الان لااقل ذهنم یاری نمیکنه که ببینم آیا برگزار شده یا نه. بنابراین این بار اولی است که داره این اتفاق میفته به شکل جشنواره و امیدوارم که در نوبت‌های بعدی و سال‌های بعدی انشالله امتداد داشته باشه، استمرار داشته باشه. سریال ها خب معمولاً مورد علاقه مردم دنبال میکنن. من سالهایی که در تلویزیون مدیر بودم یا آماری داشتم برای من خیلی جالب بود. بهترین فیلم سینمایی که از تلویزیون پخش میشد زیر 10% بیننده داشت. بهترین فیلم های سینمایی با بیشترین میزان تبلیغات. یکی دو تا اثر سینمایی بود که مستثنا بود، یه ذره آمارش بالاتر بود، اما معمولا زیر 10% بیننده داشتن. اما سریال های تلویزیون گاهی بعضیشون بالای 70%، 75% بیننده داشتن. این نشون میداد که مردم به سریال ها بسیار علاقه‌مندن و با جدیت دنبال میکنن. امروز هم خب صنعت سریال سازی توسط سکوهای نمایشی یا همون پلتفرم ها خیلی رونق پیدا کرده. تعداد زیادی اثر در سال تولید میشه و اینا بینندگان زیادی رو به خودشون اختصاص میدن. بنابراین به اعتقاد من برگزاری جشنواره میتونه یک کار بسیار مهم و مؤثر باشه که ما بتونیم این آثار رو یه ارزیابی بکنیم و یه بررسی بکنیم و انشالله بتونیم به تولید بهتر اونها در نهایت کمک کنیم. ما یه عرض کنم که ما یه اختتامیه داریم، در واقع افتتاحیه به معنای اینکه ما آثار رو بتونیم بعد از افتتاحیه نمایش بدیم و اینها چنین برنامه‌ریزی نشده. اساساً هم اعتقادمون اینه که چون این آثار در پلتفرم ها موجوده دیگه، یعنی مردم میتونن هر لحظه مایل بودن برن اینا رو ببینن. بنابراین نمایش گذاشتن اونا در جای دیگه ای معنی نداره. نه بله بفرمایید. جشنواره اینه که افتتاحیه داره، اکران آثار داره، حتی یک نشست نقد و بررسی داشته باشه، بعد اختتامیه و جوایز که اهدا میشن. این که تو یک روز بشه میشه جشن. البته ما نشست داریم در واقع کنار جشنواره. ما هم کارگاه‌های ورکشاپ‌هایی رو خواهیم داشت که حالا جزئیاتش به اطلاع شما خواهد رسید. هم نشست‌های نقد و بررسی داریم از هنرمندان برجسته که موضوعات مختلفی رو انشالله در جلسات نقد و بررسی خواهند کرد و ارزیابی خواهند کرد. به این اعتبار ما در سال اول فقط اختتامیه رو داریم به شکل گسترده و جدی انشالله برگزار کنیم. نفر بعدی. سلام، خسته نباشید. پورزارعی هستم از روزنامه هنرمند. البته ما سالهای گذشته جشنواره فیلم‌های ویدیویی یاس رو داشتیم که توی شمال برگزار می‌شد. اون هم
فیلم ویدئویی بود. فیلم ویدئو و سریال هم توش بود تا اونجا من که من خاطرم یادمه. چون من داور اون جشنواره 2-3 نوبت بودم، یادمه یه دفعه سریال شهرزاد اون سالایی که اومده بود، در واقع اون سالای خیلی ابتدایی که در محمود آباد مازندران هم برگزار شد یه نوبتی و دیگه نشد، بیشتر تمرکز روی فیلم‌های ویدئویی بود. بله. خب به هر حال برگزار شد. حالا من می‌خواستم بپرسم که نحوه داوری و داوراتون هم معرفی می‌کنید که چجوری این جشنواره قراره داوری بشه و اینکه ساترا و رستا کجای این جشنواره قرار دارن؟ آیا یه صحبتایی بود که قرار بود همکاری کنن اینها با شما یا نه؟ این صحبت هم بود. و هوش مصنوعی هم برای نخستین بار حالا خواستیم ببینیم که اتفاق میفته تو این جشنواره‌تون یا نه. بله، عرض کنم که من از آخرش شروع کنم. انشالله یکی از جوایزی که یه اثر رو به طور خاص انتخاب میکنه با داوری و هوش مصنوعی انجام میشه و به این اعتبار ما هوش مصنوعی رو مشارکت دادیم و یه جایزه ویژه و خاص توسط هوش مصنوعی انشالله به یه اثر برگزیده اهدا خواهد شد. ما یه هیئت انتخابی داریم که توسط کانون تهیه کنندگان رسانه‌های دیداری، اون هیئت انتخاب برگزیده میشن، آثار رو انتخاب میکنن و به بخش داوری معرفی میکنن. اسامی تیم داوریمون هم انشالله به زودی به طور رسمی معرفی خواهد شد متعاقباً. بعد از اینکه آثار رو ما معرفی کردیم طبیعتاً تیم داوری رو هم در بخش‌های مختلف معرفی خواهیم کرد، اما تلاشمون اینه که یه تیم داوری بسیار برجسته، شاخص، با تجربه و قابل قبول جامعه هنری انشالله انتخاب بشه. عرض کنم که ما با ساترای نشست‌هایی داشتیم. اینکه بگیم اونها با ما همکاری دارن، نه اینطور نیست. در واقع این جشنواره به طور کاملا مستقل توسط کانون تهیه کنندگان رسانه‌های دیداری برگزار میشه و مشارکت در واقع با جایی نداره. در شکل مشارکت در واقع جایی کنار ما نیست، به صورت مستقل کانون داره برگزار میکنه. اما خب دوستان ساترا هم در جریان این جشنواره هستند، مطلعند. نشستایی هم با مدیرانشون داشتیم، ولی کن به طور کلی عرضم اینه که به صورت کاملا مستقل برگزار میشه. ما مجوز رو از وزارت ارشاد دریافت کردیم، مجوز برگزاری جشنواره رو. اساسا مجوز برگزاری جشنواره در یه اداره کلی در وزارت ارشاد صادر میشه. سوال بعد بفرمایید. سلام و وقت بخیر. سلام و وقت بخیر جناب آقای فرجی. حتی فکر میکنم خدا قوت میگم خدمت شما. حسینی هستم از خبرگزاری آنا. من سوال اولی که حالا فکر میکنم باید یه مقدار بیشتر در موردش توضیح میدادید چون لطف داشتید نسبت به خبرنگار و بخش پرسش و پاسخ پررنگ شد. جناب آقای فرجی یه مقدار راجع به جزئیات، یعنی بحث زمان، مکان و چگونگی جشنواره، چون فقط به اختتامیه اشاره کردید، مقدار جزئی‌تر اگه اشاره بفرمایید که حالت خبری هم داشته باشه نوشته‌های ما، ممنونتون میشم. و سوال بعدی من در تکمیله بحث همکار عزیزم آقای پورزارعی این که در ارتباط با رستا و حالا ساترا به ویژه و البته خود سازمان صدا و سیما و خیلی راحت‌تر بگم حاکمیت فرهنگی کشور، آیا جشنواره دیدار، خیلی سریع بپرسم، به نوعی میخواد یه جور مرزی الطرفین باشه این بین، یعنی یک رویدادیه که با توجه به چالش‌هایی که اخیراً به وجود اومده قرار هست یه جور آشتی ملی ایجاد بکنه، یکی از کارکرداش تنها کارکردش این هست، یا اینکه نمیخواد یک رویداد ادامه دار باشه؟ چون من صحبتایی که با دوستان داشتم انگار شما یه واسطه العقد می‌خوایم بشیم بین این نهادها که این چالش‌ها به نوعی یه مقدار فروکش بکنه با برگزاری این رویداد. عرض کنم که اگه این اتفاق البته بیفته ما خوشحال میشیم، ولی واقعیتش ما چنین قصد و منظور و نظری از ابتدا نداشتیم. البته به نظر من یه اختلاف نظراتی بین پلتفرم‌ها و ساترا در نحوه مدیریت و تولید آثار اینا وجود داره که اصلا ربطی به این جشنواره نداره. ما هم بهش ورود نمی‌کنیم. ما همه تلاشمون اینه که آثار رو بر اساس یه سنجه‌هایی و یه شاخصهایی ارزیابی کنیم. داورانی هم که در نهایت معرفی خواهند شد تقریبا به ما میگه که چه سطحی از آثار میتونن برگزیده بشن.
یکی از نکات خیلی خیلی مهم هر جشنواره‌ای بالاخره تیم داوری دیگه، تیم داوری که انتخاب بشه به ما خواهد گفت که نحوه قضاوت و ارزیابی و اینها چگونه خواهد بود. نه ما چنین قصدی نداریم، چنین مأموریتی هم نداریم، نه ساترا به ما چنین مأموریتی داده، نه پلتفرما چنین درخواستی از ما داشتن. اونا روال معمول کارهای خودشونو دارن، میرن جلو و ما هم گفتم صرفاً بر اساس آثاری که تولید شده که تعدادش هم کم نیست، به نظرمون الان دیگه وقت ارزیابیه، وقت داوریه، وقت قضاوته و اینکه بتونیم یه شاخصهایی رو هم تعریف بکنیم و در اثر همین جشنواره انشالله بشه یه ترازی رو برای تولیدات هم تعریف کرد و به بهتر شدن کیفیت اونها کمک کرد. ببخشید. انشالله جشنواره در زمستان امسال احتمالاً در دیما ما روز دقیقش رو هم به زودی متعاقباً اعلام خواهیم کرد. برگزار میشه در برج میلان انشالله. ببخشید من عبدی هستم از رسانه سلام سینما. این آثاری که میگین چه باز زمانیه، چه سریالاییه؟ مثلا سال گذشته است، امسال، بعد جوایزتون شامل مثلا حالا بازیگری، کارگردانی، اینو یکم دوستمونم سوال کرد، یکم از جشنواره توضیحات کاملتری بدید که ما متوجه بشیم. من حالا از این نشریه دیداری نو که یه بخشش هم ویژه جشنواره است توسط کانون منتشر شده استفاده میکنم که چیزی جا نیفته. اولا بازه زمانی که ما برای داوری تعریف کردیم تولیداتیه که از آغاز سال 1398 پخش شدن تا پایان فروردین سال 1403. این بازه زمانی است که تولیدات توی این تاریخ مورد قضاوت و داوری قرار میگیرن. ما در ساختارهایی که داریم البته در فراخوانمون هم هست، بهترین سریال بیش از 10 قسمت داریم، بهترین سریال کمتر از 10 قسمت داریم، بهترین سریال تاریخی داریم، بهترین بازیگر مرد، بهترین بازیگر زن، بازیگر مکمل مرد، بازیگر مکمل زن، عرض کنم بهترین کارگردانی، بهترین فیلمنامه، بهترین موسیقی، بهترین طراحی صحنه و لباس، یه جایزه بهترین دستاورد فنی، اینها در واقع، و یه جایزه ویژه باز آثار نمایشی که توسط هوش مصنوعی در واقع این جایزه داوری میشه و اهدا خواهد شد. در بخش رئالیتی شو و مسابقه هم باز بهترین مجموعه رو داریم، بهترین اجرا رو داریم، بهترین کارگردانی رو داریم، بهترین ایده پردازی و نویسندگی رو داریم و باز بهترین دستاورد فنی و در برنامه گفتگو محور جایزه بهترین برنامه، بهترین کارشناس مجری، بهترین دستاورد فنی و بهترین تهیه کنندگی. حالا ممکنه سوال کنید بهترین برنامه من جایزش به کی اهدا میشه؟ ممکنه یه موقعی اون به کارگردان اهدا بشه، یعنی برنامه رو باید مورد قضاوت قرار بدن، لزوما اون جایزه به تهیه کننده نیست. این هم جزئیاتی که فرمودید اگر کافیه که بنده توضیح بیشتری ندم، اگر نه بفرمایید جزئیات دیگه لازمه. سلام آقای فرجی، من میراجی هستم از خبرگزاری میزان. بله مخلصیم. آقا تو سالهای گذشته دوستان اشاره کردن جشنواره برگزار شده بود و فکر میکنم که یکی از جشنواره‌های خوب بود که حالا با تدبیری که تو دولت 11 و 12 بود تعطیل شد. شما یکی از تهیه کننده‌های موفق تلویزیون بودین، حالا این حضورتون در نمایشخانگی امیدوارم که دیگه شما رو هم فراری نده تو طرح تحولی که دوستان داشتن، یعنی شما هم فرار نکرده باشین. در مورد بهتر شدن کیفیت گفتین که داوری میشه، این که یعنی از این فاز خون و نمیدونم خیلی بارون و این
سریال های خشن قرار جدا بشیم. یعنی داوری ها میخواد بره به اون سمتی که شما به یه سبکی حالا بگین که مثلا چه سریال هایی رو میخواین در سالهای آینده بیشتر داوری کنین یا بهتر بهشون نگاه کنین. گزارش های ورزشی هم آیا داوری میشه؟ مثلا الان آقای فردوسی پور دارن گزارش میکنن، گزارش های ورزشی که داره توی شبکه نمایشخانگی پخش میشه اونا هم داوری میشه. بعد برای آراء مردمی آیا فکری کردین؟ و این که امیدوارم که این جشنواره به بهتر شدن کیفیت شبکه نمایشخانگی بیانجامه. یعنی از این سریال هایی که داریم میبینیم همه یک شکل و یک جور یه خورده رها بشیم و برای شما هم آرزو موفقیت. خیلی متشکرم. خیلی ممنون از این سوال خوبتون. من این نکته رو فراموش کرده بودم، ما یه جایزه بسیار ویژه و خاصمون رأی مردمیه، در واقع آرای مردمی است که تدابیرش هم در واقع پیش بینی شده و با بهترین تکنولوژی توسط دوستان مجری جشنواره، دوستان ما در اصل تکنولوژی پویا، آقای بهادری، اینها برنامه‌ریزی کردن انشالله و حتما رأی مردمی، بله حتما با بهترین شیوه و روش و تکنولوژی و اینا انشالله برگزار میشه که قابل هیچ خدشه نباشه. بنابراین رأی مردمی نکته خیلی مهمیه. ممنون که یادآوری فرمودید که من عرض کنم. مسئله بعد این که اجازه از الان قضاوت نکنیم که چه آثاری قرار برگزیده بشن نشن، به هیئت داوری واگذار میکنیم. دوستانی که منو میشناسن، من تعداد زیادی جشنواره برگزار کردم، دبیر بودم، تعداد واقعا بسیار زیادی. اونایی که با من کار کردن میدونن سلیقه من دخالت در رأی داوری نیست. اساساً کسانی که به عنوان هیئت داوری میشینن آثار رو میبینن، انتخاب میکنن و جایزه رو هم اعلام میکنن. ما هم صرفاً شرایطش رو فراهم میکنیم که انشالله اون جایزه اهدا بشه. بنابراین من الان توضیحی راجع به این که چه گونه ای از سریال‌ها قرار مورد قضاوت قرار بگیرن نگیرن، رأی بیارن نیارن، چون اساساً در واقع نسبت به این موضوع ورود ندارم. نه، گزارش‌های ورزشی فعلا در واقع امسال در جشنواره ما نیست. حالا ممکنه که سالهای بعد و اینها اون ساختار رو هم بهش توجه بکنیم، ولی فعلا نه. امسال گزارش‌های ورزشی و اینها در قضاوت آثار ما قرار نداره. سوال بعد. سلام عرض میکنم خدمت شما فرجی. خدا قوت میگم. بلند شما. بله ببخشید. دوباره سلام کنم. سلام عرض میکنم خدمت شما. خدا قوت میگم. شما چهره شناخته شده و مثبتی هستین تو حوزه فیلم و سریال. ما خوشبختیم که حضرت عالی دارین این کار رو انجام میدین. یه سوالی آقای معراجی پرسیدن، شما جواب ندادید، من مجبور شدم دوباره بپرسم اون رو. یه انتقاداتی به فضای مجازی پلتفرم ها و تولیداتش هست که حالا کاری نداریم به حق یا ناحق، که ما خودمون جزو منتقدین نشیم نسبت به محتوا. هر جشنواره یه رویکردی داره، یعنی یه استراتژی داره، یه راهبرد داره. استراتژیش میشه همون چیزی که شما میخواین انجام بدین، یه چیزی مثل جشن حافظ. حالا شما میگین جشنواره، دعوای دیگه لغوی نداریم. بعد اینکه یه راهبرد داره که هدف گذاریش برای جهت‌دهی به اون فضاییه که توش جشنواره برگزار میشه. این که سوال من اینه، در واقع این جشنواره قراره راهبردی تعریف کنه برای بلند مدت، دراز مدت توی فضای شبکه نمایش خانگی، نه به معنی دخالت، نه به معنی ممیزی، نه به معنی های دیگه، به معنی جهت‌دهی. جهت‌دهی لزوما ممیزی و حذف و اینا نیست. بالاخره یه مسیری باید طی بشه دیگه، چون شما یه مخاطب دارید که منتفع باید بشه. اون مخاطب وقتی دیده بشه تو برنامه‌هاتون، پلتفرم‌ها هم میتونن سودی عایدشون بشه و دیده بیشتر مخاطب داشته باشن. میخوام ببینم راهبردتون برای این جشنواره چیه؟ اینکه فقط جشنواره برگزار شه، برای آثاری که حالا نقدی بهشون بوده
هورایی کشیده بشه بگیم نه خیر اینجوری نیست، مثلا مردم اومدن پسندیدن، یا نه این راهبرد بلند مدت رو لطفاً بگید و قراره شاهد تحولی در دراز مدت توی مسیر پلتفرم ها باشیم یا نه. البته حتما شما مدیر این مجموعه نیستید، ولی خب بالاخره جشنواره میتونه راهبرد داشته باشه. نمیدونم خدا معرفی کرده من شاکر امینم، روزنامه جوان. متشکرم. عرض کنم که من یه بار دیگه تاکید کنم، واقعا من نه سیاستگزار تولیدات نمایشخانگی هستم، نه استراتژی اونجا تعیین میکنم. ما به عنوان کانون تهیه کنندگان رسانه‌های دیداری به این نتیجه رسیدیم که خب بالاخره الان داره یه بخش وسیعی از تولیدات چه در ساختارهای نمایشی و چه غیر نمایشی داره در پلتفرم‌ها انجام میشه و خوبه که یه داوری و یه ارزیابی راجع به این تولیدات صورت بگیره. واقعیتش اینه که هیئت داوری که میشینن مجموعه آثار رو میبینن و میتونن قضاوت درست و دقیق تری بکنن، اونا ممکنه در بیانیه داوری که صادر میکنن به نکاتی اشاره کنن که نقاط قوت سکوهای نمایشی و همچنین آسیب‌های تولیدات باشه. یعنی در اون بیانیه بگن آقا ما همچین آسیب‌هایی داریم، همچین نقاط قوتی هم داریم. طبیعتاً همه دنبال اینن که نقاط قوت تقویت بشه و آسیب‌ها مرتفع بشه. این حتما در انتهای در واقع جشنواره و انتهای داوری و اینها برگزار خواهد شد و انجام خواهد شد. اما اینکه ما از ابتدا بگیم که ما راهبردمون اینه که آسیب کم کنیم، خشونت کم کنیم، مسائل چه و اینها رو کم بکنیم، نه، واقعیتش گفتم چون ما هنوز همه آثار رو به طور دقیق ندیدیم و نمیتونیم الان قضاوت کنیم بگیم که چربش نکات مثبت بر نقاط ضعف در واقع وجود داره یا برعکس نقاط ضعفش بیشتر از نکات مثبتشه. الان ما چنین ذهنیتی نداریم، قرار هم نبوده داشته باشیم. خالی و ذهن وارد این تولیدات میشیم، قضاوت میکنیم، داوری میکنیم و در نهایت هم مثل همه جای دنیا بیانیه‌ای رو هیئت‌های داوری در 3 ساختار صادر خواهند کرد و نظرشون رو خواهند گفت به عنوان یه تیم کاملا حرفه‌ای، کسانی که این عرصه رو میشناسن، صاحب تجربه‌ن، فرهنگ کشور رو میشناسن، اشراف به موضوعات فرهنگی و هنری دارن. طبیعتاً اون خیلی دقیق تره تا اینکه الان من چیزی بگم که واقعیتش از ابتدا هم براش ما طرح و برنامه چیزی نداشتیم. ببخشید سلام دوباره. من تشکر میکنم آقای اشرفی، نوبتشون رو به من دادن، من مجدد مزاحم دوستان بشیم. من 3 تا سوال داشتم باز هم از جزئیات برگزاری جشنواره. اول اینکه مجموعه هایی که تو این چند سال اخیر دیدیم و متاسفانه ناتمام موندن به هر دلیلی به شکل‌های مختلف، آیا اون معیارهایی که گفتید یکی از این معیارها این هست که مجموعه‌هایی که کامل و با احترام به مخاطب ارائه شده باشند، یا اینکه نه اون مجموعه هم شما میتونید مورد بررسی قرار بدید حالا به دلایل مختلف ارزش هنری دارن یا اینها؟ یکی دیگه اینکه من از صحبت‌های شما متوجه شدم که الان داوری در حال انجامه یا هنوز نه، روند داوری آغاز نشده. و نکته آخر هم سال دیگر هم این هست که آیا فراخوان به پلتفرم ها داده ارائه میشه که در جشنواره شرکت بکنن یا نه؟ به هر حال آثاری که ارائه شده رو شما بدون اینکه حالا فراخوانی داده بشه داوری میکنید به نوعی. نمیدونم منظورم خوب رسوندم رو سوال سوم. یعنی باید شرکت بکنن یا نه کاملا داوری میشن تمام آثار؟ آره ارائه باید بشه یا اینکه نه همین که نمایش داده ما شده؟ این در واقع امکان رو گذاشتیم که هم پلتفرم‌ها کاراشون رو معرفی کنن، هم تهیه کنندگان. بله این فراخوان داده شده، هم به پلتفرم‌ها هم منتشر شده، کسانی که اثر دارن تو این ساختارها به ما معرفی کنن و داوری هنوز فرآیندش آغاز نشده. به محض اینکه انشالله داوری آغاز بشه ما 1-2 روز قبلش اسامی هیئت داوری رو منتشر خواهیم کرد و اعلام خواهیم کرد. بعد از اون فرآیند داوری
شروع میشه و قضاوت ها شکل میگیره و در نهایت هم یک کاندیداهایی رو، نامزدهایی رو برای هر بخش معرفی خواهیم کرد و روز اختتامیه هم برگزیده رو معرفی میکنیم. طبیعتا سریالایی میتونن شرکت بکنن که پایان داشته باشن دیگه. البته ممکنه که یک کسی بگه حالا این پایان فصل اوله، من اینجا اینو گذاشتم به عنوان پایان فصل اول. داوری قضاوت میکنه دیگه، داوری میبینه دیگه. داوری بالاخره یکی از چیزایی که میبینه فیلمنامه است، قصه است، ساختاره، اینا رو میبینه و اگه احساس کنه یه اثری ناتمامه طبیعیه که خیلی بهش توجه نخواهد کرد. ببینید ما اونایی که چون جوایز رو به افراد میدیم، طبیعتا اگه پلتفرمی تعطیل هم شده باشه از نظر ما اشکال نداره، ما جوایز رو به افراد داریم میدیم. خدا قوت، خسته نباشید. امیرحسین اشرفی هستم از خبرگزاری پانا. خدمتتون عرض کنم سوالی که دارم خدمتتون در مورد برگزاری کارگاه ها هستش. دوستان صحبت کردن در رابطه بحث خشونت که فکر می‌کنم سوال همه خبرنگارا باشه در این روزگار، چون اکثر آثاری که داره از پلتفرم ها پخش میشه متاسفانه این موضوع دیده میشه. با توجه به اینکه از کارگاه ها صحبت کردید، آیا امکان داره در این کارگاه ها مبحث هایی درباره نفی خشونت، در مبحث هایی درباره هوش مصنوعی و این موضوعات باشه؟ سوال من در مورد کلی اینه که موضوعات کارگاه ها مشخص شده، چون شما فرمودید که ما نمیتونیم درباره آثار بیایم سیاست گذاری کنیم، اما میشه دربارهش در این کارگاه ها صحبت کرد و اینکه حرف مردم و مخاطبان رو بهشون گوش زد کرد. سپاسگزارم. خیلی متشکرم. عرض کنم ما در 5 روز انتهایی جشنواره نشستایی داریم که نشستای نقد و بررسی و بعضی از کارگاه‌های آموزشی هست که حالا هم موضوعاتش هم محل برگزاریاش و اینا متعاقباً اعلام میشه. در جلسات نقد و بررسی از سازندگان آثار و از منتقدین دعوت میشه که حضور داشته باشن، با حضور خود اونها آثار بررسی بشه، نقاط ضعف و قوت احیانا اگر وجود داره با اینها بررسی بشه و صحبت‌های طرفین شنیده بشه. بله اینا انشالله 5 روز پایانی منتهی به اختتامیه هست و جزئیاتش هم اعلام خواهد شد. بازم سلام. آقای فرجی، پشت شما تاریخ 17 دی برج میلاد خورده اختتامیه، ولی شما همه چی رو دارید به بعد موکول میکنید، نه اسامی داورا رو میگید، نه تعداد آثار رسیده، هیچی. یعنی وقتی نشست خبری برگزار میشه بالاخره باید یه چیزی داشته باشیم از جزئیات جشنواره. حتی کارگاه هم میگید معلوم نیست. یعنی خواستم اینم بعد از اینم قراره یه نشست دیگه برگزار کنید یا نه قراره؟ طبیعتا جشنواره سعی میکنن خبرسازی کنن دیگه. حالا شما که خودتون خبرنگارید ماشاءالله حرفه، ما همه چی رو الان بگیریم خب دیگه بریم بشینیم و بذاریم برگزار شه. باید اخبار تولید کنیم، باید اذهان معطوف به جشنواره کنیم، تولید خبر کنیم، افراد درگیر کنیم. درسته، ولی خب کمتر از یک ماه به جشنواره مونده. الان مثلا جشنواره فیلم فجر از الان مشخصه چند تا کار شرکت کرده. الان داورا معلومه، میشه بفهمید. داورا معلوم نیستن ولی تعداد آثار مشخصه چند تا. تعداد آثار رو اعلام کردن الان دقیق. بله. گفتن 105 تا اثر رسیده. خب شما هم میتونید اعلام کنید تعداد آثاری که قرار داوری بشه معلومه نیست که. ما که همه بالاخره بستگی به این داره که گفتم حالا جشنواره فجری که نزدیک 50 سال داره برگزار میشه، ما دور اول جشنواره‌مونه، طبیعیه که نشست‌های متعدد میذاریم، خبرسازی میکنیم، تولید خبر میکنیم، مشاورینی از خود شماها بین ما هست، همونها این توصیه رو ما میکنن، میگن آقا همه چی رو یه جا خرج نکن. به نظر من هم روش درستی. حالا بالاخره نه خواهش میکنم. ببینید ما ایشالله ما 17 دی مراسم اختتامیه‌مون هست که حالا بالاخره اگه می‌خواستیم پنهان کنیم که نمی‌آوردیم. گفتم هم دی ما مراسم اختتامیه ما برگزار میشه انشالله 17 دی در برج میلاد ما اختتامیه رو برگزار میکنیم.
و قبل از اونم طبیعتاً 3-4 روز قبل از اون نامزدها رو اعلام میکنیم و قبل از اونم یه چیزی 2 هفته قبل از جشنواره داوریامون انجام میشه، نامزدها اعلام میشه و بعدم طبیعتاً باز یه مدت محدودی مونده به شروع داوری اسامی داورها گفته میشه که اونم طبیعیه دیگه، اسامی داورها رو که همه جا خیلی زود خرج نمیکنن. بفهم. سلام، من جوادی هستم از سینما ایدال. یه سوال داشتم. آیا نوشتید نخستین جشنواره آثار نمایش خانگی، با توجه به اینکه شما تهیه کنندگان تلویزیون هستین و آثار زیادی هم ساختین، ما امیدوار باشیم یعنی سالهای آینده بگین شورای مرکزی تصمیم گرفتن و آثار تلویزیونی رو هم به این موضوع اضافه کنیم و یک عنوان بزرگتری رو برای این موضوع دیده باشه؟ یعنی اصلا تا حالا به این موضوع فکر کردیم که مثلا نمایش خانگی و تلویزیون هم اضافه کنید؟ که همین سوال دوستمونم درش مستتر بود. امسال هم این بحث مطرح شد در نشستایی که در واقع سیاست‌های برگزاری جشنواره تعریف میشد، به اینکه آیا آثار صرفا نمایشخانگی باشه یا تولیدات تلویزیون رو هم مشارکت بدیم. واقعیتش اینه که تلویزیون جشنواره داره، همه ساله داره برگزار میکنه جشنواره خودش رو، هم در جشنواره جام جهانی هم مراکز استانهاش به شکل گسترده‌ای انجام میده. حتی ما توی بخش ساختارهایی که می‌خواستیم انتخاب کنیم برای داوری، مثلا بعضی دوستان میگفتن آقا مستند، فیلم کوتاه، باز اونجا بحث این بود که اینا خودشون جشنواره دارن، یعنی ما احترام بذاریم جشنواره سینما حقیقت، مستندها و جشنواره فیلم کوتاه و همه اینا داره برگزار میشه، ما کار تکراری نکنیم. بنابراین صرفاً اختصاص دادیم به نمایشخانگی. خانم عطیه معظم، خبرگزاری مهر. سلام عرض می‌کنم آقای فرجی، روزتون بخیر، خسته نباشید. خیلی متشکرم. حالا بخشی از سوالامو که دوستان پرسیدن، ولی دوست داشتم یه تاکید دوباره خودتون بفرمایید که چقدر تلاش میشه که حالا قطعاً به داوری بخشی بستگی داره، بخشی هم به سیاست‌های جشنواره بستگی داره. چقدر تلاش میشه که جشنواره یه جشنواره محفلی و گرده‌ای نباشه؟ چقدر تلاش میشه که پلتفرم‌ها نقشی نداشته باشن در اینکه حالا بخوان رایزنی یا مذاکره‌های پشت پرده‌ای داشته باشن که آثارشون بیشتر دیده بشه یا انتخاب بشن؟ اگر دوست داشتین خیلی ممنون میشم که در مورد بودجه جشنواره بفرمایید، یا حتی در مورد جوایزی که اهدا میشه مثلا مبالغش بفرمایید، یا حتی اسپانسرهای جشنواره که آیا پلتفرم‌ها نقشی دارن یا ندارن. خیلی ممنونم. خواهش میکنم. خیلی ممنون. باز این یکی از سوالات خوبی بود، اعتبار سنجی خوبی برای جشنواره ما هم هست. حقیقتش ما 1-2 نشست با پلتفرم ها داشتیم، حتی اینجا این بحث مطرح شد که آیا پلتفرم ها نقش داشته باشن، مشارکت داشته باشن، به معنی اینکه بخشی از هزینه ها رو تامین کنن، حضور به عنوان برگزار کننده حضور داشته باشن. این از طرف خود پلتفرم ها، در واقع انجمن نمایشخانگی که آقای عسکرپور هم مدیر عاملش هستند، اونجا رد شد و نکتهشون هم این بود که به صلاح نیست واقعا هیچ پلتفرمی حضور داشته باشه در بخش برگزاری، در بخش مشارکت، چون همین حرفا در خواهد اومد که بالاخره یک کسی حمایت بیشتری کرد، یک کسی حمایت کمتری کرد. به صلاح نبود. که توضیحات ما هم برای دوستان همین بود و جالب بود که من اونجا شنیدم که گفتن ما مدت‌هاست خودمون می‌خوایم جشنواره برگزار کنیم، اما به این نتیجه رسیدیم که به صلاح نیست، بهتر ما ورود نکنیم، یه جای مستقلی بیاد جشنواره رو برگزار کنه. بنابراین نه، واقعا تمام تلاش اون اینه که مستقل برگزار کنیم و انشالله این اتفاق خواهد افتاد. در سطح داوری هم که انتخاب و معرفی خواهند شد، انشالله باز شما خواهید دید که کسانی که اونجا حضور دارن افراد صاحب نام و چهره و با تجربه و شناخته شده ای هستند و اونها هم رأیشون رو به راحتی و به هیچ جا واگذار نخواهند کرد. من خیلی امیدوارم که انشالله بعد از اختتامیه قضاوت‌ها این باشه که یه جشنواره خیلی خوب و سطح عالی و مؤثر و اینا برگزار شد.
جوایز فاخریه. من فقط هیچ جا نه بودجه جشنواره رو باز میگن نه عنوان جایزه رو. بعضی جاها میگن. جا میگن بعضی جاها که میگن. حالا اون ور که کلا خارج از ایران مرسوم‌تر هست معمولا. بله نه ما گفتم جوایز ما جوایز در واقع وزینیه. انشالله فرق داره با اون چیزایی که تا الان دیده شده و اینها. اسپانسرامون هم همه شرکت‌های خصوصی هستند. ما نهاد دولتی و اینا اصلا به عنوان اسپانسر نداریم. همه شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی هستند که اومدن سرمایه‌گذاری کردن و به هر حال امیدواریم جوایزی هم که اهدا میشه دریافت کنندگان راضی باشند و مؤثر باشه دیگه، چون بالاخره ما می‌خوایم یه رقابت هم ایجاد کنیم. یکی از راه‌هایی که میتونه در بهبود کیفیت مؤثر باشه خب همیشه همین ایجاد رقابت. در ایجاد رقابت هم ما سعی کردیم جوایزی که میخوایم تخصیص بدیم این انگیزه رو ایجاد کنه. ما حتی برای برگزاری اختتامیه سطح افرادی که داریم درگیر میکنیم و دعوت کردیم، قرارداد بستیم کسانی که بیان اختتامیه ما رو انجام بدن، افراد بسیار شناخته شده و چهره‌های بسیار هنری درخشان هستند که حالا من باز اسمشون رو اینجا نمیگم اما به زودی منتشر میشه اسامی اینها هم و انشالله یه سطحی از برگزاری بسیار خوب رو هم شما خواهید دید. حالا مثلا ما برای کارگردان شب افتتاحیه همون آقای میثم میرزایی رو دیدیم، باش هماهنگ کردیم. ایشون هم چهره شناخته شده کارکرده‌ای هم هستند با سابقه و کارهای خوبی هم از ایشون دیدیم قبلا. بقیه هنرمندایی هم که حضور پیدا خواهند کرد همینطور. گفتم ما بخشی از این جزئیات رو اگه من نمیگم برای اینه که آخرین توافقات و اینا هم باید صورت بگیره. مثلا من خودم با جمعی از داورها در دور اول و اینها صحبت کردم، عموما هم رضایت اونها رو گرفتم، اما قطعی باید بکنم اسامیشون رو بگیم طول نمیکشه، انشالله انجام میدیم، اتفاق خواهد افتاد. سوال دیگه هست؟ سوال آقای فرجی اگر نکته پایانی هست برای عرض کنم که خیلی ممنون. من باز تشکر میکنم از حضور دوستان که تشریف آوردند. جشنواره ها تو همه جای دنیا طبیعتاً در ذات خودش یه سیاست گذاریایی میکنه. من منکر این نیستم، توی سوالات شما دوستانم بود و برای خودشون اساساً راهبرد تعریف میکنن. یعنی اینجوری نیست که فکر کنیم یه جشنواره بدون هیچ گونه‌ای راهبرد میاد. بعضی از جشنواره‌ها راهبردشون رو در هیئت انتخاب هیئت داوری میبینن، یعنی اسامی داورانی که میدن معلوم میشه که چه جنسی از آثار احتمالاً قدرت رقابت دارن و میتونن برگزیده بشن. بعضی از جشنواره‌ها هم نه، از همون ابتدا در واقع میگن. ما چون تلاشمون این بود که کاملا به صورت مستقل خودمون قبل از برگزاری وارد قضاوت و داوری نشیم، واقعا اجازه بدیم اون چیزی که به عنوان نقاط ضعف و قوت در آثار ما وجود داره در داوری ها خودشونشون بده و افراد با تجربه بتونن از آراء خودشون دفاع بکنن. سعی کردیم البته تعداد داوری رو یکم در بخش نمایشی لااقل یکم فراتر از اون چیزی که معمولا اینجوریه که میگن آقا یه هیئت داوری 5 نفره یا 7 نفره، ما سعی کردیم یه هیئت داوری بذاریم که 11 نفرن و این 11 نفر در واقع دقت آرا رو بالا میبرن، خطا رو پایین میارن، گونه های مختلف در واقع فیلمسازی در هیئت داوری ما وجود داشته باشه و باشن و چیزی پنهان
نمونه. من اینم میخواستم بگم که تیم داوری ما در بخش نمایشی 11 نفره و در 2 ساختار دیگه هر کدوم 5 نفر که گفتم انشالله در فاصله کوتاهی بعد از نشست اسامی اونها اعلام خواهد شد. بازم خیلی تشکر میکنم و سپاسگزارم و امیدوارم که انشالله موفق باشید و تا پایان جشنواره هم کنار ما باشید و همراهی کنید. خیلی ممنونم آقای فرجی. خیلی ممنونم که حضور داشتین. متشکرم از همراهیتون و امیدوارم که تا پایان جشنواره با ما همراه باشید و خیلی متشکرم از سوال خوبتون. مرسی. خسته نباشید.